خب سلام. بازم خیلی خیلی خوشحالیم که با یه قسمت دیگه از روبیناکست در خدمتتون هستیم. فقط این دفعه سعی کردیم که محیط استودیو رو ترک کنیم، بیایم توی جای متفاوت، بیایم توی جایی که فکر میکنم تا حالا من خودم ندیدم که روی بریج کشتی یه پادکست داشته باشیم. البته که مهمونای خیلی خوب و حرفه‌ای داریم. دمتون گرم. سلام. من قبل اینکه شروع کنم یه نکته‌ای رو بگم. ما الان روی کشتی هستیم و توی لنگرگاه هستیم، یعنی دور تا دورمون الان آبه. متاسفانه ما یکی از پایه‌های میکروفونمون که اون میکروفونی که برای من بود شکست و دیگه هیچ دسترسی نداشتیم که بخوایم پایه میکروفون بخریم یا اینکه بگیم برامون بیارن. مجبور شدیم که من حالا تا آخر این قسمت خودت هم نقش پایه رو زنده باشیم. دقیقاً. کاپیتان سلام علیکم. سلام ابراهیم جان. ما شروع کنیم کم کم. قبل از اینکه شروع کنیم داشتیم ستاپو میچیدیم، کاپیتان زحمت کشیدن که بحثی رو با ما کردن در مورد اینکه چرا اصلا به اینجا میگن بریج. اینو یکم بیشتر برام توضیح میدین؟ بله، یه صحبتی که هست همیشه بین دریانوردا و کسایی که از بیرون میان کار دریایی رو نگاه میکنن اینه که اسمایی که روی کشتی هست و کلمات و بیان‌هایی که میشه به قسمت‌های مختلف و جای مختلف کشتی، جالب کلماتی هستش که انگلیسیه ولی معناشون یه چیز دیگه است. درسته. مثلا دودکش کشتی رو میگن فانل به قیف میگن ولی تو کشتی به دودکش کشتی میگن فانل، در صورتی که انگلیسی میشه چیمنی یا مثلا چیزهای دیگه همینجوری. پل فرماندهی محلی که کشتی رو در واقع هدایت میکنن، قسمت هدایت کشتی هستش و سکان و موتور و همه قسمت‌های هدایت تو اونجا قرار داده رو اصطلاحاً میگن بریج. بله. این کلمه بریج همیشه هست، البته ویل هاوس هم بهش میگن و چیزهای دیگه هم، لغت‌های دیگه هم هست که به این قسمت اطلاق میشه. ولی علت بریج خیلی چیز جالبیه، چون که قبلا میگفتن که آقا بریج یعنی پل دیگه. آقا پل چه مفهومی داره برای اینجا؟ جای هستش که به حال یه محلی در قسمت بالاترین قسمت عرشه قرار گرفته ساختمون کشتی و ازش داریم کشتی رو هدایت میکنیم. ولی پل چه معنی میده؟ بعضیا میگن خب چپ و راست داره به هم وصل میکنه. خب جای دیگه هم هستش که ما چپ و راست رو میتونیم بریم و بیایم. این داستان برمیگرده به زمانی که اولین بار کشتی‌های بخار در واقع اومدن توی به حساب صنعت دریایی و کشتی‌های بخار رو قبلا با 2 تا چرخ به اسم ویل توی چپ و راست کشتی قرار داشتن که این چرخ حرکت میکرد و کشتی رو به جلو میبرد. بهش میگفتن، این کشتی ها رو بهش میگفتن پدل شیپ، یعنی با حالت مثل پارو مانند یه سری چرخیه که چپ و راست میچرخه کشتی رو میبره جلو. این 2 تا پدلا که قبلا اولین کشتی ها با یه دونه میشه، بعد 2 تاش میکنن که قدرت رو بیشتر ببره. مهندسا اون نیاز داشتن که همواره این 2 تا چرخ دنده ها رو 2 تا چرخ ها رو چک بکنن، چپ و راست رو ببینن با همدیگه دارن کار میکنن، یکی عقب و جلو نمیشه یا چه اتفاق دیگه براشون پیش نمیاد. به اضافه این که وقتی که کشتی هوا طوفانی میشد و کشتی به چپ و راست رولینگ میکردن، یکی از اینا از آب میومد بیرون، یکی توی آب بود، فشار اضافه میومد روش و خالی کار میکرد. این اتفاقا هم براش به وجود میومد. برای اینکه اینا چک بکنن یه پلی بین اینا گذاشته بودن، گفتن که یه پل بذارن که محل به حساب کنترل کشتی هم به اونجا نزدیک بوده که به اسم اینو اونجا میگن که بریج. و بعد یواش یواش این دیگه سیستم پدلی گذاشته میشه کنار و پروانه میاد روی کار که البته داستانش طولانیه که زمان 2 تا کشتی یک کشتی پدلی و یک کشتی پروانه‌ای رو به هم میبندن ببینن کدوم قدرتش بیشتره، که کشتی پروانه‌ای میتونه با 3 نات اون یکی کشتی رو میکشه به طرف خودش و از اون لحظه دیگه تصمیم میگیرن که طراحی ها رو عوض کنن و کلا پروانه بشه برای
وسیله رانش کشتی به جای پدل و پدل دیگه گذاشته میشه کنار. ولی این کلمه بریج دیگه از اون موقع میمونه روی کشتی ها و این قسمت کنترل کشتی اسمش میمونه بریج که یواش یواش دیگه قبلا هم مسقف نبوده، باز بوده اصلا. بعد یواش یواش دیگه مسقفش میکنن، کلمه ویل هاوس رو میارن و به این شکل. ولی این کلمه بریج دیگه میمونه روی این کشتی. دقیقاً همین جاییه که ما الان دقیقاً نشستیم. همینجا هستیم که ما بریج بهش میگیم. دقیقاً. کاپتان میشه در مورد همون قسمتی که صحبت کردیم در مورد چپ و راست که روی کشتی فرق داره، شما دست چپ و راستی که روی زمین هست با این که رو دریا این با هم فرق داره و اینکه اصطلاحاتی به کار میبرید برای کنترل و اعلام بعضی از موقعیت ها ممنوع میشه؟ ببینید کلا کشتی سمت راست و سمت چپش کلمه رایت و لفت استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه لغت ها تو کشتی باید جوری باشه که افراد موقعی که دارن عملیات انجام میدن اشتباه نکنن. این خیلی خیلی مهمه. توی مسائل دیگه هم وجود داره. مثلا ما هیچ وقت نمیگیم حروف انگلیسی رو به اسم حروف نمیگیم. مثلا نمیگیم الف ام، نمیگیم ای، اما میگیم مایک، ای رو میگیم مثلا آلفا، اس رو میگیم سیرا، تی رو میگیم تانگو، که اشتباه نشه. اینا لغت‌هاییه که بر هر حروف گذاشته شده. چپ و راست کشتی هم برای همین که اشتباه نشه، قاطی نکنن، کلمه starboard and port استفاده میکنن. starboard قسمت به حساب راست رو میگن و پورت قسمت چپ. همیشه استابورد ساید رنگ سبز یا چراغ سبز داره، گرین، و پورت ساید چراغ قرمز داره، رد. پس استابورد و پورت هستش که این خیلی مهمه. موقعی که چپ و راست رو چرا مهمه؟ برای هدایت کشتی. وقتی میخوان سکان رو جا به جا بکنن، وقتی به طرف میخوان بگن که مثلا برو طرف چپ قسمت چپ یا برو به راست، میگن مثلا 10 درجه رو که میگن 10 starboard 10، یعنی 10 درجه سکان رو بکش به طرف استابورد، یا پورت 10 یا 10 درجه به سمت چپ بذار که اشتباه نشه. چون بسیار بسیار مهمه، مخصوصا زمانی که شما میخواین مانورینگ بکنید، بغل اسکله میخواین بچسبین، توی کانال میرین، یک اشتباه کوچیک ممکنه کشتی رو ببره روی گل، یا به حساب یه اشتباه کوچیک سکانی جهتی رو که باید ببینیم به جهت برعکس ببره. به خاطر همینه که این کانفیوژن نباشه این پورت و استابورد رو گذاشتن. پورت طرف چپ هستش، استابورد طرف راست هستش. بسیار عالی. هانی جان ببین دیگه از هرم الشمس که کار روی آب با کار روی خشکی فرق میکنه. درست. تخصصت هم کار روی آب نیست، کار روی خشکی. درست میگم؟ این تفاوتاش چجوریه؟ اصلا ببین جنسش میدونم خیلی فرق میکنه. اول از همه که حالا فکر میکنم شما حرفای منو تایید کنید، دوری از خانواده است. که کسی که کار دفتری انجام میده مثل شما ابراهیم جان، مثل شما هانی جان، همچین چیزی رو نداره. حالا باز شما خیلی تو مأموریتید، درست میگم؟ من بیشتر تو مأموریت هم تو کار دفتر، چون تقریبا یک جور پل رابط بین کار زمینی و دریایی رو دارم انجام میدم. علاوه بر اینکه کار زمینی و برای بستن کشتی رو دارم انجام میدیم، ولی بیشتر رابط بین کشتی و تیم منیجمنتش هستم که چه چیزایی مایحتاجشون کلا ریکوایرمنتاشون رو بتونم از طریق تیم منیجمنت پیگیری بکنم. هانی جان نظرت چیه؟ این دور بودن از خانواده تجربهش کردی حالا منظورم این که یه جای دیگه زندگی بکنی نیستا، که میدونم جای دیگه هم زندگی کردی. یه کلی بگو ببینم. خب کلا چقدر سخته؟ من دور از خانواده زندگی نکردم. خدا دور از خانواده زندگی کردن خب قطعا خیلی سخته. اینکه تو شرایط مختلف تو کنار خانوادت نیستی، حالا به هر مناسبت خوب یا بدی یا گاهن برات ممکنه مشکلات شخصی پیش بیاد، خدای نکرده آدم دچار بیماری بشه، یا لحظات خوبی داشته باشه که دوست داشته باشه بخواد اونها رو با خانواده‌اش یا حتی دوستاش به اشتراک بذاره. ولی خب داستان دور بودن از خانواده توی کشتی یه ذره متفاوته از داستان دور بودن از خانواده که ما شاید در حالت عادی تجربه بکنیم.
برای من مثلا دور بودن از خانواده، زندگی کردن توی شهر یا کشور دیگه اتفاق افتاده، ولی خب برای دوستانی مثل کاپتان و عزیزای دریانوردمون این اتفاق داره توی دریا میفته، یعنی یک فضای بسته تر با یه سری آدم‌های محدودتر که حالا بسته به اینکه نوع کاری که انجام میدن، مدت زمان روی دریا بودنشون چقدر کم یا زیاد هستش، میتونه اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم، مدت زمانشون چقدره؟ یعنی متغیره؟ دست خود خدمه یا کاپیتان کشتی دست خودشونه یا اینکه کسی براشون تعیین میکنه؟ خب ما یک سری قراردادهایی دارن خدمه، انواع مختلفی داره بسته به توافقی که انجام میشه بین اون نفری که میخواد بیاد جوین کشتی بشه با تیم منیجمنت کشتی. ما نمونه قرارداد 25-5 داریم، یعنی 25 روز کار میکنن، 5 روز استراحت میکنن. نمونه قراردادی داریم که 3 ماه میان روی کشتی میمونن بسته به توافق خودشون، بعضی ممکنه اکستند کنن 6 ماه روی کشتی بمونن. ما الان روی کشتی خودمون فکر کنم افرادی داریم که 9 ماه هم روی کشتیمون بودن. آره 9 ماه کاپیتان. بله قرارداد 9 ماه هم هستن. خیلی سخته. بله. شما تجربه دریانوردی داشتی ابراهیم جان، درست میگم؟ در پیش کاپیتان اصلا نمیتونم چون ادعایی داشته باشم. بعدات بشن زنده باشین. ولی چقدر بوده طولانی ترین مدتی که رو؟ من بیشتر وایجای کوتاه جبرالی بندر بودم. یعنی می اومدم میرفتم به عنوان حالا چه به عنوان نماینده مالکی، به عنوان نماینده خطی که روش بودم. ولی اگه بخوام بگم سختیش مثلا تو پورت پیاده نمیشدم بیشتر 10 روز نبود. آخه ببین من خودم ولی الان که کارم دفتری شده فکر کنم بیشتر رو آبم تا مثلا زمانی که اون موقع رو دریا بودم. من خودم ببین همین الان که دور تا دور کشتی رو نگاه میکنم میبینم آبه، حس خوبیه ولی یه ذره غم انگیزه، حس میکنی به هیچ جا دسترسی نداری. روزای اولش شاید براتون جالب باشه آها داره راه میره، داره تکون میخوره، این بغل اون رد شد ماهی است. ولی شما وقتی شب میخوابی صبح بلند میشی دورت فقط آبه، شب میخوابی صبح بلند میشی فقط دورت آبه و یه سری افراد محدودی که رو کشتی هستن رو فقط میبینی. کلا لحاظ روحی روانی قطعا به همت میرسه، مخصوصا یه کشتی سفرهای اقیانوسی داشته باشه مثلا و ارتباطی هم نتونه بگیره به خاطر بعضی از مسائل، نتونه مثلا ماهواره‌اش کار نکنه، هیچ ارتباطی نداشته باشه دیگه. فکر کنم هنر خود کاپیتان و کرو هست که بتونن برای خودشون یه سری سرگرمی رو درست کنن. واقعا کاپیتان شما طولانی ترین مدتی که طولانی ترین سفری که داشتید چقدر بوده؟ چند روزه بوده یا طولانی ترین مدتی که سر کار بودین و پیش خانواده نبودین؟ منظورم سفر نه اگه منظور روی کشتی بودن. روی کشتی. آره دقیقاً. که خب من 9 ماه 10 ماه زیاد بودم روی کشتیایی که 9 ماه بودم 10 ماه بودم. بعد این که بریم که یه سفر برم و برگردم یه وویج، خب این وویجا معمولا بلند من 6 ماه هم وویج داشتم. مبدا و مقصدش کجا بوده؟ چین بود ولی برای داک بودیم، برای تعمیرات بودیم، زیاد طول کشید. ولی مثلا یه وویجی که مثلا بریم و بارگیری بکنیم و برگردیم مثلا 3 ماه بوده، 2 ماه و نیم 3 ماه دیگه مثلا رفتیم و بارگیری کردیم که آرژانتین مثلا رفتم بارگیری کردیم و برگشتیم که 1 ماه راه بود. البته برزیل هم چرا برزیل بود 32 روز 33 روز رفتیم 33 روز برگشتیم، حدودا 2 ماه. اونجا چند روزی بیشتر نبود بارگیریمون، خیلی سریع بود. اینجا هم که خب تقریبا 2 ماه. این مثلا یه سفری که سراسر شما تو دریا باشی دیگه، یک بند مثلا دیگه خشکی رو نبینی. معمولا اینه 45 من نرفتم سفرهای کانادا ولی یه زمانی کشتی‌های ما میرفتن کانادا 45 روز سفرشون 45 روز مثلا از ایران که حرکت می‌کردن یه لف که میرفتن. ولی من خودم میگم 32 33 روز یه سفر رو داشتم که از ایران ما رفتیم به برزیل دیگه. برزیل. ببین هانی فضای کشتی الان پایین داشتیم نهار می‌خوردیم. داشتم این پله ها رو می اومدم بالا، خیلی جالبه. انگار یه خونه متحرکه، یعنی دقیقاً یه آشپزخونه، پله، حالا بعضاً آسانسور، همه یه وسایل آشپزخونه، یه رستوران کامل. اصلا سازه هایی که من توی بدنه کشتی می دیدم این سازه یه ساختمونه، یعنی هم یه ساختمونه، هم یه محل کاره، هم بهتره بگی یه هتل متحرک. آره چه تعبیر بهتری. آره یه هتل. چون تو خونت شما تو بعضا خودت باید داشته ولی اینجا آره شما هر کسی تو کشتی، حالا میگم کاپیتان هست مثلا بهتره حرف نزنم در مورد هر کسی تو کشتی
وظایفی داره. از اون آشپزخونه که یکی غذا رو براتون سرو میکنه طبق ساعت‌های خاصی تا بالاترین رنگی که رو کشتی هستش کاپیتان هست. هر کی وظایف خودش رو داره و دقیقاً وظایفشون باید مثل ساعت انجام بشه. یعنی اگر از پایین‌ترین تا بالاترین یکیش از این دوستان چرخندش نچرخه بقیه جاها دچار مشکل میشه. قطعی مخصوصا وقتی یه تیم ورکه، کشتی با یک نفر هیچ وقت نویگیت نمیشه. اگر من اشتباه میکنم خودم بگید. و تمام تیم از روی عرشه موتورخونه تا داخل آشپزخونه دارن با هم کار میکنن که بتونن یک کشتی رو از نقطه A ببرن نقطه B. بعد میگم کوچکترین اختلالی تو این وسط به وجود بیاد، حتی مثلا تو همون آشپزخونه که کرو ناراضی باشن از غذا یا از نوع تغذیهشون، نوع تقسیم اون موادی که به کشتی میرسه، نارضایتی باعث میشه طرف روحیه‌اش رو از دست بده با توجه به شرایط سختی که داره. که اینا تمامش هنرهای خود کاپیتان هستش که بتونه اینا رو منیج کنه. حالا یه سوال، نه یه سوال از همگی دارم، نمیدونم بیس هدایت کشتی، بیس ناوبری که نویگیشن میگن اصطلاحاً، بیس هدایتش مثل رانندگی میمونه؟ یعنی شما وقتی شروع کنی یاد گرفتن و یاد بگیری، حالا مثلا پشت ماشین سواری یا انواع ماشین دیگه بشینی، میتونی کلیت رو بگیری. همون جوریه، درست میگم؟ ولی کشتی کاپیتان بهتر فکر کنم یه مقدار متفاوت هست. نویگیشن به معنای پیدا کردن موقعیت هست. این از کلمه نویگیشن به معنای پیدا کردن موقعیتتون در دریاست. خب شما باید بدونید که کجا هستین، مسیر خودتون رو مشخص بکنید، با مسیرتون حرکت کنید، برید به سمت نقطه A، از نقطه A به نقطه B. مسیرتون برای پیدا کردن مسیر شما از قطب نما استفاده میکنید که ما 2 تا قطب نما داریم. یکی قطب نمای مغناطیسیه که بهش استاندارد کامپاس هم میگن، مگنتیک کامپاس. حالا علتش که استاندارد میمونه. بعد یکی هم که قطب نمای ژیروسکوپیه که بهش میگن جایرو کامپاس، که معمولا چون جایرو کامپاس اصلا سیستمش برق و اینا، تمام دستگاه‌های الکترونیکی هم به اون وصل هستش. و مسئله دوم که گفتم پیدا کردن موقعیتتونه. پیدا کردن موقعیتتون که نویگیشن میگن به روش‌های مختلفی انجام میشه. وقتی تو دریا، وسط دریا هستین که هیچی نیست، شما از اجرام به حساب سلستیال بادی میگن دیگه و اجرام آسمانی، از اونا استفاده میکنید برای پیدا کردن موقعیت، مثل خورشید، ماه، سیارات، ستاره ها. منتها هر کدوم یه سیستم خاصی داره. دوره به حساب درسش هم سلستیال نویگیشن یه چند حدود فکر میکنم 20 واحد درسی هست حداقل. در نزدیک سواحل که شما هستین میتونید از نزدیک سواحل از رادار و دیگه وسایل کمک ناوبری استفاده بکنید که موقعیتتون رو جایی پیدا که دسترسی کنید. به اینترنت داشته باشه، منظورتون اینه؟ نه اجازه بگم من، رادار به شما وقتی ساحل هستین شما به حساب اون شکل و فرم ساحل رو بهتون نشون میده. نقشه‌های دریایی دارید، به اساس شکل ساحل، نقاطی که وجود داره، پوزیشنتون رو میتونید چیکار کنید، یه دیستنس آف بگیرید، یه فاصله بگیرید، یه دونه به حساب گرا بگیرید ازش، از اونجا محل پوزیشن خودتون رو پیدا کنید. الان تقریبا حدود 20 ساله، بیشتر شاید 20 و چند ساله که جی پی اس دیگه اومده توی سیستم ناوبری. بیشتر از 20 ساله، فکر کنم 30 ساله دیگه ما سنمون رفته بالا. ای جانم. آره. زنده باشی. آره چون من بودم یه زمانی، من سکمت بودم. حالا شاید بچه‌ها بشنون باورشون نشه یا بگن داره. من رفتیم، ما یه سفر آرژانتین اومدم من بدون هیچی، یعنی با همین سکسنت رفتیم و اومدیم. همین دستگاه هم دیگه توضیح میدید به بچه‌ها؟ آره میگم الان سکسنت یه دونه داریم رو کشتی، شکسته متاسفانه، ولی حالا بگم میارن نشونتون میدیم. ولی این از زمانی که جی پی اس اومده، جی پی اس دیگه واقعا شما هر لحظه پوزیشن دارید
و این خودش شما چون دستگاه با ماهواره و اینا در ارتباطه، هر لحظه پوزیشن دارید و دریانوردی رو خیلی آسون کرده. ولی خب قدیم اینجوری نبود، واقعا بسیار بسیار کار سختی بود دریانوردی و به حساب موقعیت یابی کار بسیار مشکلی بود و روش‌های مختلف داشت. مثلا شما وسط اقیانوس که بودیم ما حد اکثر میتونستیم 2 تا 3 تا موقعیت، اونم نه دقیق، داشته باشیم در روز، در طول روز. شب‌ها که اصلا خیلی به سختی اصلا موقعیت رو نمیشد پیدا کرد، ولی الان دیگه جی پی اس هستش و شما هر لحظه موقعیتتون رو به دقت 10 متر میتونید داشته باشید و خب فرق کرده واقعا. قدیم دستگاه کمک ناوری خیلی زیادی بودن که هر کدوم دستگاه لورن بود، دستگاه دکا بود، دستگاه اومگا بود، مثل کشتی‌ها داشتن برای اینکه موقعیت یابی کنن، ولی اون دستگاه ها دقت جی پی اس رو نداشت و خب تا محدودیت زیادی هم داشت، تا رنج خاصی بیشتر نمیشد ازشون استفاده کرد. اومگا هم که ورد واید بود اونم باز مثلا ارور 3 تا 4 مایل رو داشت، ولی الان دیگه با جی پی اس شما خیلی دقیق شما چک میکنن و اینقدر چیز شده که میگم ناوبری کار راحت کرده. تقریبا شده اتوپایلوت شده دیگه. مبدا مقصد رو میدونی شمایی که من میدونم مدت زمان زیادی سیل کردی، شما مدت زمان زیادی سفر دریایی داشتی، حالا الان شکست نفسی میکنی میگی نه واقعا نبوده. نه جدی دارم میگم، چی شد که خشکی رو انتخاب کردی؟ اصلا چرا خشکی رو انتخاب کردی؟ واقعا سختی کارش، یعنی روحیه خاصی میخواد رو دریا بودم. واقعا روحیه خاصی میخواد، یعنی فکر کنم یکی از مشاغل سختی که واقعا هست، یکیش همون دوری از خانواده است، یکی این که شما اگه نتونیم بار روانیش رو تحمل کنی واقعا آسیبای خیلی سختی بهت میخوره، هیچی نمیبینی و رسما گفتم نمیتونم. بهانی تو هم به همین دلیل دریا رو انتخاب نکردی، درست میگم؟ نه، یه ذره مسیر من فرق میکرد. تو مسیر چی بوده؟ مسیر ورود من به کار دریا. نه البته من یه قبلش یه چیز میگم، یکی دیگه از دلایلی که ابی کار روی دریا بودن انتخاب نکرده اینه که ابی کلا دوست نداره بره بندر. هر سری ما بهش میگیم برو بندر نمیره، علتش این بوده. چرا؟ بابا بندر که دیگه خوبه که من میدونم که اومدنم شاید دست خودم باشه، برگشتن دیگه دست خودم نیست. اونجا همش می‌خواسته بره بندر. من یکی تایید می‌کنم که معنی داره درست میگه. نه فقط مهم بندره اسمش نیست، بندر کلا هر بندری. من برای 2 روز یکی از تجربیاتی که بچه‌ها البته تجربه خوبی نبوده که تجربه‌ای که تو اصلیه برای 2 روز من رفتم اونجا یک کاری رو انجام بدم، یعنی با یک دست لباس رفتم اصلیه، فکر کنم 68 روز طول کشید برگردم. تازه داشتن یه پول ویزا هم ازش کم می‌کرد. یعنی بعد در آن واحد 2 جا بودم، نمیدونستم باید دبی باشم یا اصلیه. آره. آها، این دوری از خانواده‌ای که الان ابراهیم گفت و گفتی دبی بودن، دوری از خانواده‌ای که تو دبی هم بود، شما دبی زندگی می‌کردی. خب چرا پس؟ خب حالا داشتی میگفتی فیلد فرق می‌کنه. فیلد داستان من اصلا روال ورود من به کار شیپینگ در متفاوت بود. من خب اصلا کلا تحصیلاتم مهندسی برقه و مثلا ربطی به البته من پادکست قبلی هم که داشتیم با آقای کیان کریم و آقای حامد سعادت صحبت می‌کردیم من گفتم تقریبا میتونم بگم، حالا حرف من بیشتر دفتریه ها، من در مورد دریانوردی خیلی چیزی نمیگم، تقریبا اکثر همکارای من، همه دور و بریای من که تو حوزه حمل و نقل کار میکنن، زمینه تحصیلیشون یه چیز دیگه بود. من خودم نرم افزار، شما که بله شما نرم افزار و یکی از دوستای دیگه‌مون که تو همون قسمت قبل بود روزبهجان اصلا فکر می‌کنم مهندسی عمران بوده، شما برق. بله آخه دیدیم رو زمین هم چیزی پیدا نشد اومدیم. حالا باز برق یه ذره به کشتی ربط داره. خب آره، ولی خب میگم داستان اومدن من توی شیپینگ اینطور اتفاق افتاد که حالا توی اون بازه زمانی که هنوز ما این شانس رو داشتیم. چند سالته؟ من 34 سالم میشه به زودی. متولد 1368. 68. خب حالا ادامه بده. توی اون بازه زمانی که خب در واقع خدا رو شکر ما دیدیم به چشممون و مین لاین ها هنوز در ایران فعال بودن، شرکت های کشتیرانی بزرگ هنوز در ایران رفت آمد داشتن و دفاتر داشتن.
شرکت هیوندای مرچنت مارین HMM که یکی از تاپ 5 هستش یه آگهی استخدام گذاشته بود و من خیلی اتفاقی اپلای کردم واسه اون آگهی استخدام. خب و رفتم اونجا حضور پیدا کردم. یه امتحان تقریبا 2-3 ساعته مصاحبه استخدامشون تقریبا شبیه امتحان آیلتس بود. 4 ساعت طول کشید. و از اونجا من تونستم وارد شیپینگ بشم. توی ایران یا توی توی امارات؟ تهران. و دیگه خب اون داستان از اونجا شروع شد توی بخش اپریشن و یواش یواش من با این داستان آشنا شدم. هرچی رفتم جلوتر علاقه‌مند شدم. یه فیلد خودم رو پیدا کردم. ابتدا ورود کردم به بحث چارترینگ. خب و بعدش وقتی که اولین کشتی رو برای یکی از دوستانی که براشون کار می‌کردم همینجا توی ایران خریدم که بعدش نقل مکان کردم به دبی. از اونجا ورود در واقع شروع کار من توی حوزه شیپ منیجمنت شروع شد. یعنی در واقع اونجا بود که دیگه استارت آشنایی با شیپ منیجمنت اتفاق افتاد و دیگه بعدش من تونستم اونجا مدرک DPA بگیرم و توی یکی از آفیس های شیپ منیجمنتی که یه سری دوستان هندی بودن هنوز هم دوستای خیلی خوب من هستن اونجا یواش یواش تونستیم باشون کار بکنیم و بعدش هم که خب دیگه در نهایت الان در خدمت شماییم. خب خیلی دوست داریم از شما بشنویم کاپیتان. شما چه جوری وارد این؟ اولا که اگر برمیگشتین به قبل دوباره همین مسیر رو انتخاب می‌کردین؟ با شاید داره. شاید هنوزم من از دریا بدم نمیاد. من حالا کسی هم بشنوه زندگی من با دریا مچه، یعنی تنظیم کردم هم خانوادم با خودشون با دریا خودشون رو هماهنگ کردن هم خودم من. و الان به هر حال دریا نوردا خیلی زندگیشون خیلی خیلی بسته به همسراشون داره. اگر همسراشون قبول بکنن اون زندگی رو و بتونن با اون سیستم و اون برنامه برن جلو خب زندگیشون راحت تره. ولی اگر نه خانواده نتونه خودشو تطبیق بده خب برای اونا مشکله و نمیتونن ادامه بدن. بسیاری از درنوردا که بعد از مثلا مدتی از دریا جدا میشن و میرن توی دفاتر رو اینها کار میکنن یا قسمت‌های خشکی، اینها به حساب به خاطر مشکلات خانوادگی هستش و دیگه هم نمیتونن برگردن چون خانوادهشون نمیتونه با اون شرایط خودشون رو وقف بده. اما اگه بتونن خانواده اون شرایط رو وقف بده و خودشون رو به قول من تطابق بدن دیگه مشکلی نداره. این خیلی خیلی مهمه. حالا وقتی خانواده بتونن خودشون رو تطابق بدن تازه برمیگرده به مثلا شخص شما نوعی. بله. که حالا شما این شرایط سخت رو میتونین تحمل کنین یا اینکه ببینید منظورم شما نوعیه ها، منظورم یه دریانورد. باید یه دریانورد خب واقعا خودشو باید چیز بکنه، واقعا نسبت به این مسئله خودشو آماده بکنه و بدون این سختیه. ببینید من روزی که شروع کردم من سال 63 رفتم دانشکده. چاهبهارم رفتم که جای بسیار چیزی بدآب و هوا و از همین نظر بود. اون زمانی که ما رفتیم هم شرایطش خیلی خیلی با شرایط الان فرق میکنه. خب مشکلات این مسئله رو باید میدونست. یکی دوری، دومی که شما باید با آدم‌های مختلف کار کنید. خیلی آدم‌های مختلف هستن. شما باید بتونید خودتون رو با همه آدم‌ها وفق بدید شرایط خودتون رو. دوم مسائل مشکلات هست. ممکنه کشتی سیستم ایرکاندیشنش از کار بیفته، شما مثلا چند وقتی رو بدون کولر رو بدون وسایل توی گرمای مثلا 35-40 درجه مثلا دریای سرخ یا یه دفعه همین خلیج فارس باشید که بسیار بسیار طاقت فرسا زمان تابستان. یا مثلا مشکلات دیگه داشته باشین، مشکل غذا هست، مشکل آب هست، مشکلات دیگه هست. خود کشتی یک عالمه مسائل فنی ممکنه پیش بیاد برای کشتی. باید خودتون رو آماده همه چی بکنید، آماده هر اتفاق هر لحظه. و به اضافه این که قدم به قدم هم دارید میرید جلو، یعنی هر چی که میرید بالاتر خب هم مسئولیتاتون میره بالا و هم که به حساب
هماهنگ کردن خودتون با مشکلات که بتونین خودتون رو با مشکلات چیز کنید. مثلا یه فرمانده کشتی دیگه مشکلاتش دیگه فقط آب خوردن نیست، دیگه غذا نیست، دیگه دوری از خانواده نیست. فرمانده دیگه مشکلش کشتیشه. این کشتی باید سلامت بره و بیاد. این کشتی باید مثلا اگر مشکل فنی داشته باشه باید حواسش به مشکل فنی باشه. هر روز باید ببینه وضعیت کشتیش چجوری هستش، مرتب با وضعیت داخل انباراشو چک کنه. به محض اینکه شما دیدید یک قطره آب توی کشتی یه جایی وجود داره، ببینید خطر، کشتی با آب شوخی نداریم. ما آب از کجا اومده؟ شروع اینجا؟ خطره. آب از کجا اومده اینجا؟ چون کشتی تو آبه. محض اینکه شما یه ساندینگ یکی از تانکاتون یه بیلجتون رو گرفتین دیدین ای توش آب هست. آب از کجا اومده؟ چجوری شده؟ اینا همه جمع میشه با هم. بعد باری که بارگیری میکنید، بعد هوای طوفانی، بارتون باید سکیور بشه، بار ممکنه شیفت بکنی، وضع تعادل کشتیتون، محاسبات تعادلیتون چقدر باید درست باشه قبل از اینکه میخواین عملیاتتون رو شروع بکنید، بعد از اینکه عملیات میکنید. اینها همه اینا مسائل مختلفی که تو کشتی بود. یعنی این صحبت فقط بحث یک دوری از خانواده یا مثلا بدی آب و هوا یا اینا نیست. بسیار بسیار در کار دریا کار سختیه و بسیار هم نیاز داره که افراد خودشون رو با این شرایط وقف بدن. من حقیقتش بود برای من یکی از پیش آمده‌ای که میخوام بهتون بگم این بود که من چیف آفیسر بودم کشتی، سال 76 بود، 77 خودمون بود. یه پسری اومد جوونی، بعد بچه بوشهرم بود به عنوان ملوان، روز اول اومد و اینا، گفتیم خوش اومدی و بهش با لباس کار دادیم و کفش و تشکیلات اینا. بندر امام جوین کرد کشتی، جوین لتر همه چی، وسایلش هم داد به کاپیتان. بعد رفتیم گفتیم خب امروز استراحت کن، فردا صبح اومد و یه جارویی هم بهش دادیم و گفتیم اینجا رو برو جارو بکن، اینجا رو ترتمیز کن و آماده شد. سر ظهر بود، بعد از ظهر بود، قرار بود بیاد برای واچ، خبری از این نشد. به سرملوان گفتم این چی شد، این کجاست؟ گشتن کشتی این ور اون ور، بالا هیچ خبری نشد. گفتم من کابینش، بعد کابینش رو باز کردن دیدن یه نامه خیلی قشنگی نوشته، گفته آقا من این کاره نیستم، من مال این کار نیستم. روی و تمام وسایلم گذاشته بود اونجا، تر و تمیز، کفشاش هم یه تمیز کرده بود و رفته بود، خودش رفت و بدون که مدارکم از کاپیتان بگیره. یعنی کلا عطاشو به لباس بخشیده. من این کار نیستم، همون اول کار گفته. یعنی